سلام به دوستان ادیبانی عزیزم، همراه‌های همیشگی ما در باز تعریف عشق به مثابه امری بالغانه و مراقبتی. اگه در ویدیوهای قبلی با ما همراه بودید به خاطر دارید که ما تعریف جدیدی از عشق رو در دنیای معاصر خودمون داریم با هم میشناسیم و با هم تعریف میکنیم که البته این تعریف در واقع ابداع نیست و یک رمزگشایی هست و باز تعریف یک پدیده حقیقی در روابط انسانی هست، متناسب با زیست امروزیمون و متناسب با روابط دنیای معاصرمون. اگر خاطرتون باشه ما اومدیم به اون مؤلفه های ستایی عشق که در حوزه های روانشناسی بسیار معروف هستند، مثل صمیمیت، مثل شور و اشتیاق و کشش جنسی و تصمیم به تعهد، مؤلفه ای رو در رأس این هرم اضافه کردیم به اسم بلوغ مراقبتی و گفتیم عشق نمیتواند عشق حقیقی باشد و پایدار باشد و رشد یابنده باشد مگر اینکه در بطن خودش و در درون خودش تغذیه بشه از بلوغ و مراقبت. الان داریم مفهوم بلوغ رو با هم صحبت میکنیم که گفتیم از 5 تا در واقع حوزه آگاهی ما میخوایم در وادی عشق صحبت کنیم که مجموعه این 5 تا مفهوم بلوغ رو میرسونه و شاید به ترتیب و پشت سر هم بیان، ولی گاهی اوقات هم ممکنه که مؤلفه‌ای زودتر از مؤلفه دیگه در ما رشد کنه. اگر خاطرتون باشه ما اولین مؤلفه رو گفتیم آگاهی از خویشتن و شناخت خویشتن هست. دومین مؤلفه‌ای که امروز میخوام با شما در میون بذارم بحث آگاهی از آزادی انتخاب در عشق هست. این آگاهی بسیار آگاهی مسئولانه هست، برای همین خیلی ها شاید بهش اشاره نمی کنن در حوزه عشق، چون فراموش میکنن که عشق هنر پذیرش مسئولیت خود و دیگری و هماهنگ بودن و تنظیم بودن با هم دیگه است. بریم ببینیم که آگاهی از آزادی انتخاب چیه. ببینید ما در وادی عشق معمولاً یک فردی رو به در واقع پنهانترین ابعاد وجودی خودمون راه میدیم و لایه‌های زیرین خود بودن رو جلوی اون به نمایش میذاریم. بنابراین باید این فرد برای ما خیلی فرد در واقع فهیم و خیلی در واقع مطابق با نیازهای ما و مطابق با شخصیت ما باشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم عشق صرفاً یک امر ناهوشیاره. کسایی که به ما مراجعه میکنن میگن نفهمیدم چطوری عاشق شدم یا با وجود تمام اشکالاتی که میبینم نمیتونم از رابطه خارج بشم، در واقع به عشق اشاره نمیکنن، دارن به نوعی دلبستگی ناهوشیار که اونا رو استثمار کرده اشاره میکنن. من عمدن از واژه استثمار استفاده میکنم که ببینید چقدر با عشق و زیبایی‌هاش فاصله داره. اگر ما خودمون رو تحت جبر روان ناهوشیارمون بدونیم و احساس کنیم که افتادیم در دام عشق، انگار این فاصله بین نوزادی تا بزرگسالیمون رو که دیگه داریم یک نفر رو انتخاب میکنیم که وارد دنیای خودمون کنیم، انگار تمام اونها رو بیهوده پیمودیم و اون وادی بی‌ارزشی شده. تمام تجاربمون، آگاهی هامون، دانشمون، حتی حرکت آگاهی در جوامع بشری رو انگار داریم نادیده میگیریم. بنابراین ما یه اصطلاحی داریم میگیم شرف عاشق به معشوقشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاقا میشه یه بخشی از اون فرد عاشق رو از طریق انتخابی که انجام میده شناختش. اینکه با چه حساسیتی میره فردی رو انتخاب میکنه که متناسب با ابعاد خودش باشه، احساس کنه میتونه باشه مسیری رو به سمت تکامل بره، نه اینکه در مسیر بودن با اون مرتب کاسه چه کنم به دست بگیره که بگه خب دوستش دارم ولی چه کنم که این اخلاقو داره، دوستش دارم چه کنم که با فلان چیز سازگار نیست.
اگر ما بپذیریم که عشق در واقع یکی از مهمترین انتخاب‌های ماست که با بقیه انتخاب‌های ما هم متفاوته، یعنی شما ممکنه که مثلا از روی ناهوشیارتون بگید من از یه رنگ خاصی خوشم میاد، از یک وسیله خاصی خوشم میاد، یا مثلا عاشق این ماشین شدم، عاشق اون سفر شدم. همه اینها به دلیل اینکه یک شیء روبروی شماست اولا تأثیر خاصی روی اون شی نمیگذارد. این که من مثلا امروز پیراهنی رو بخرم و فکر کنم عاشقش شدم ولی بعد از 2 بار پوشیدن فکر کنم که دوستش ندارم و کنارش میذارم، یا فکر کنم عاشق دیدن فلان سفرم ولی برم اون محیط رو ببینم و بعد از سفر بگم نه دیگه خوشم نیامد نمیخوام برم. نمیگم کار درست و جذابیه، ولی در نهایت آسیبی به اون در واقع موضوع عشقی وارد نمیشه. اما در رابطه عاشقانه ما داریم از یک در واقع فرد، از یک انسان، از یک اگزیستنس داریم صحبت میکنیم که اون هم مثل ما کلی ابعاد داره. من خیلی از افراد رو میبینم که میان میگن که آره من عاشقش شدم ولی خب واقعیت اینه که یه بار زندگی میکنم، الان دوستش ندارم، الان متوجه شدم این فرد متناسب من نیست. و من میگم که اون آدم روبروت اون یک شی نیست که تو فکر کنی میشه جابجاش کنی. حالا غیر از این هم گاهی اوقات ما جابجا نمی‌کنیم، بنا به هر دلیلی اون فرد رو کنار خودمون نگه می‌داریم، اما انگار وامدار و مدیون خودمون تا آخر زندگی باقی میمونیم که آخه این چه انتخابی بود که من انجام دادم. من والدینمو نمیتونستم انتخاب کنم، جغرافیایی که در اون دنیا آمدم رو نمیتونستم انتخاب کنم، ژنتیک خودمو نمیتونستم انتخاب کنم، ولی این یک مورد که در واقع ساخت زندگی آتی من هست رو میتونستم انتخاب کنم. پس میبایست کاملا نسبت بهش مسئولانه عمل میکردم و برای همین خیلی از افراد در میان سالی انگار یک جوری مدیون خودشون هستن که چرا من چنین انتخابی انجام دادم، چرا فکر کردم باید بمونم در این وادی. البته من قبول دارم هنوز هم ما ازدواج‌های سنتی داریم، هنوز هم در مناطقی از همین کشور عزیزمون با همین فرهنگ زیبایی که ما داریم، با همین رواج عشق در رابطه، هنوزم هستن کسانی که فکر میکنن که حالا ما ازدواج میکنیم بعدش عشق خودش میاد، دوست داشتن درست میشه، یا بزرگترها توصیه میکنن به مصلحت با این فرد ازدواج کن. اما شاید شما حتی به من بگید که اون ازدواج ها دوامم پیدا میکنه، اتفاقا اون 2 نفر با هم میمونن، اما ما نمیدونیم در لایه های زیرین روانشون داره چی میگذره. آیا واقعا اونها از جایی که هستن، از خانواده‌ای که دارن باهاش دوباره سر میکنن و مابقی زندگیشون رو هم طی میکنن، احساس رضایت دارن یا فقط تسلیم هستن؟ این خودش خیلی مسئله مهمیه. پس همونجور که احتمالاً شما هم متوجه شدید، عشق در واقع نوعی آزادی انتخاب هست و یکی از مهمترین آزادی های ما در زندگی هست و با خودش مسئولیت میاره. شما باید یک جایی پاسخگوی خودتون باشید که چرا چنین فردی رو انتخاب کردم و تصمیم گرفتم با اون بمونم و با اون تمام زندگی خودم رو، تار و پود قالی زندگیم رو با اون ببافم. بنابراین گاهی اوقات ما انگار این مسئولیت رو نمیتونیم قبول کنیم، یعنی اون بلوغ روانی که من دارم بهش اشاره میکنم رخ نداده و خیلی افراد به من مراجعه میکنن و من حتی ازشون میپرسم، میگم چرا این فرد رو انتخاب کردی، برای من دلایلت رو بگو، یا حتی چرا انتخاب کردی برای تمام اون باهاش بمونی، میخوای باهاش ازدواج کنی؟ میگه که نمیدونم چرا، حالا گفتم بریم ببینیم چی پیش میاد. و من همیشه میگم هیچی پیش نمیاد به جز این که تو مایوس میشی، عصبانی میشی، غمگین میشی، بی‌مسئولیت میشی و کلی برچسب‌های بد بهت میخوره و احتمالاً یه آدم دیگه یا حتی چند آدم دیگه رو آسیب میزنی. بنابراین بیاید مسئولیت انتخاب معشوق رو بپذیریم
بالغانه بعد از اینکه خودمون رو شناختیم، محدودیت هامون رو، ظرفیت هامون رو، آرمان هامون رو تا حدی شناسایی کردیم و وارد یه رابطه شدیم، حالا با خودمون بگیم من مسئول این انتخاب هستم و تحت جبر ناهوشیار نیستم. من نمیگم جبر ناهوشیار تأثیر نداره، ولی فقط در رابطه عاشقانه نیست که تأثیر داره. ما در تمام انتخاب‌های روزانمون، ما در تمام رفتار و منشمون به نوعی تأثیر اون دوران کودکی و آموزه ها و حتی ژنتیکمون رو داریم. چرا میایم در رابطه عاشقانه انقدر پررنگش میکنیم؟ اتفاقا بیایم بهش آگاه باشیم و اینجا که مهمترین تصمیم زندگیمون هست و داریم یک زندگی انتخابی رو شکل میدیم با دیگری، تأثیر اون جبر ناهوشیار رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، کمتر کنیم و بعد بر اساس اون انتخاب بالغانه تر و هوشمندانه تر و خردمندانه تری رو داشته باشیم.